معلومات مو زیاتر خیال اسلام یعنی نماز چطور بخوان، اسلام مگه قرآن را بخوان، اسلام مگه روزه بگیر، حج انجام بدی، در حالی که این امور فقط نسبت به خدا است که این وظایف از ماست. اما اسلام مگه شما نسبت به خانواده هم یک وظایف را داریم. کلا خانواده یک یونت، یک تربیتگاه است. دیگه بسیار خوبه که ما از برای خاندان خبر شونی اسلام چی راهنمایی ها را داده. در این سلسله یک از کتابای بسیار زیبا این کتابی استاد حسین انصاریان که از بزرگا است، خودشی از مجتهدین است و اینا منیزی کتاب خورده که در نظر اسلام یک خاندان، یک خانواده چی جایگاه داره، اسلام درباره اهمیت خانواده چی میگه، درباره یک رشد یک خانواده، درباره خوشی یک خانواده که یک خانواده میخواد خوش باشه اونا باید چی اموری را رعایت کنن، عمل کنن. یک خانواده، یک زن و شوهر، یک مادر پدر اگر میخواد خانه از اونا تربیتگاه اولاد باشه دیگه اونا باید چی چیزا را رعایت کنن. از این نظر واقعا خوب کتاب و کم کتاب در این عنوان نوشته شده. بعد دویمنا نکته خوبی از این کتابیه که در صورت درس آورده.